سلام دوستان، بنده مستر بارا هستم. خوش اومدید به این ویدیو. اومدم امروز ماینکرافت بازی کنم، ولی اگر دمیج بخورم ویدیو تموم میشه و منم به فنا میرم دیگه. آره دیگه، اگر دمیج بخورم ویدیو تموم میشه و داخل همین هنگ که اگر نباید دمیج بخورم باید سعی کنم که آهن پیدا کنم. آهن کجاست؟ زیر زمینه. زیر زمین کجاست؟ غاره. غار چه جور جایه؟ غار یه جای خیلی خطرناکیه. پس به فنا رفتم و ماینکرافت هم گذاشتم رو حالت هارد که بازی سخت‌تری کنم و خفنی تره و یه دونه دمیج هم نباید بخورم. بله همینه که ویلیج نه کوه. چجوری من دیگه چشمم داره ضعیف میشه؟ کوه با ویلیج اشتباه میگیرم. حتی منطقه هر دوتاشون قهوه‌ای هن. سقف ویلیج قهوه‌ای، کوه قهوه‌ای. منطقه دیگه بابا درتش هم رنگ سقف و ویلیج چراست. خب دنبال یه ویلیجی. چه ویلیجی؟ چقدر کوه از اینجا شبیه کوکوسنگیه. خب میایم اینجا، تختمون رو میسازیم. بعد دفعه دیدی ماینکرافت اون 2 سری شد. سری ماینکرافت بدون دمیج خوردن. خب مثلا پارت 1، پارت 2، پارت فلان. و اگر هم خواستید اون ویدیویی که داخلش هاردکور بودم و ادامه بدم و پشمام چه کوه خفنیه، لطفا داخل کامنت های این ویدیو یا داخل کامنت های همون ویدیو بیاید بهم بگید که منم ویدیو رو ادامه بدم. چه صحنه خوشگلی آجی. منهای اون باگی که اونجاست، اون همه چیز خوب اوکی خوشگل شد. منهای اون باگی که اونجاست اون هم خوب اوکی همینجا خوشگل شد. کوه رو فقط ببین چه خوشگل. اون آبه رو ببین چه آبه. اصلا آب آبی نیست ولی اینجا آبش آبی. واقعا من منطق ماینکرافت رو نمیفهمم. هر جایی باشه آب آبیه، درسته. از نظر یه طورایی مثلا آب دریا رو بری داخل مثلا دم سال نگاه کنی، آره آبش آبیه، ولی چون که انعکاس هوا میخوره بهش و اونجوری آب آبیه. تو مثلا زیر غاری یه دونه تورچ دستته، آبو میزنی میبینی آب آبیه، هیچ نوری هم اونجا نیست، هیچ خورشیدی آسمونی آبی نیستش که انعکاسش بیفته رو آب آبی بشه، ولی آبش آبیه. چون که ماینکرافت خیلی بازی منطقیه. همونطور که بلاک‌ها روی هوا میمونن منطقیه که لک شدم. خب همونطور که بلاک‌ها روی هوا میمونن منطقیه که آبم روی همه جا آبی باشه. خب بریم دوباره سر اصل مطلب. میخوایم الان یه ویلیج پیدا کنیم چون که امکان داره داخلش چیز باشه و چون که بازی روی حالت هارده هنوز شب نشده اینجا زامبی اسپام میشه و نمیتونه به من دمیج بزنه چون پایینم. خب نه رفتن الان بیکاری همینطور میچرخم. اصلا نمیدونست، اصلا حواسم نیستش که الان من دارم ماینکرافت بازی میکنم. باید یه کرافتینگ تیبل درست کنم و سعی کنم آهن به دست بیارم، چون اگر آهن بگیرم بازی به پایان میرسه و من میبرم و اگرم یک دونه دمیج بخورم میبازم و میمیرم. البته نمیمیرم ولی میبازم. وای چرا اینطوریه؟ حالا ولش کن، اهمیتی نمیده. واه چرا اینطور نزدیک بود بزنمش. تو چطوری؟ خوبی؟ آره خوبی؟ خوبه. ایوه میکنیم
اینو میریم سراغ غار. یعنی خطرناک ترین جایی که الان میتونیم بریم غاره، چون زامبی هست، اسکلتون هست. چرا داخل همچین وضعیتی داره علف میخوره، میدونه که داره میمیره ولی هنوزم علف میخوره، چون گوسفنده دیگه، چشماش چپه، به نظر اصلا مغز داره، چشماش که چپه مغز داره. ببین دارم میزنمش، به جای اینکه فرار کنه پلک میزنه، علف میخوره چون گوسفنده. خب میریم بالا. خب بازم میریم بالا و به هیچ نمیرسیم. مثلا دلیل این که دارم میرم بالا رو نمیدونم، فقط میدونم که دارم میرم بالا که یه جای جدید پیدا کنم و برم بالای اون کوه که ببینم پشتش ویلیج هست یا نه. اگر ویلیج باشه خیلی خوش شانسم، اگر نباشم خیلی بد شانسم. خب و امکان داره که از این برف تقلبی ها هستم میره توشون، از اونا اونجا باشه ها، بعد من برم توشون، بعد دمیج بخورم، بعد ویدیو به پایان برسه، به همه چیز خراب بشه. خب از این کوه میریم بالا. نزدیک بود دمیج بخورم، ای کلک داشتی منو میکشتی ها. بعد به مدل تکشتی. خب این برف اوکیه، این هم اوکیه، این اوکیه 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 همشون چرا اوکیه. خب نیم بابا اصلا آیرون ایوه اینو میذاری، اینو میذاری، اینو میزنی، چرا اصلا اینو زدم مهم نیست، اینو میکنی، 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 اوکی. خب اینو میزنی، اینو میزنی، اینو میزنی و اینو میکنی، اینو میذاری، اینو میزنه، میذاری داخل و یکم مونده تا ویدیو به پایان برسه. ویدیو به پایان رسید، بنده به آیرونم رسیدم، ولی من مطمئنم که هنوز شما منو لایک و سابسکرایب نکردی، پس خیلی زودتر منو لایک و سابسکرایب کن. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.